ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 45. хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад, ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд. حجت الحق شیخ الرئیس ابو علی حسین ابن سینا 980-1037 در دهه افشنه بخارا به دنیا آمده است. پدرش عبدالله اصلا از مردم بلخ بود و بعدی به دیوان سامانیان به کار پذیرفته شدنش در زمان پادشاهی نوح ابن منصور 976-997 به بخارا آمد و در همین جا با ستاره بانو نام دختری از روستای بخارا ازدواج کرد و سال 980 در خاندان آنها ابن سینا به دنیا آمد. تحصیل ابتدایی را ابن سینا در افشنه فرا گرفته، بعداً در نزد دانشمندان چون عبدالله ناطلی و اسماعیل زاهد منطق، فلسفه، فقه و ریاضیات را از بر کرد. از مکاتبه و مناظره او با ابو ریحان بیرونی برمی آید که او هنوز در 17 سالگی عالمی بر کمال بوده است و این نخست در دربار سامانی و فعالیت آغاز کرد. بعد تنزل دولت سامانی ابن سینا به دربار خوارزم شاهیان رفت و مدت در حلقه دانشمندان آن عهد ابو ریحان بیرونی، ابو سهل مسیحی، ابو نصر عراق، ابو الخیر خمار، ابو الحسین سهیلی بماند. ولی چون خبری حمله سلطان محمود به خوارزم رسید، به گرگان فرار کرد. سپس از گرگان به ری و از ری به همدان رفت. در دربار شمس الدوله ابو طاهر دیلمی چند سال دیوان وزارت را به ذمه داشت. سال 1023 به اصفهان آمد و در این شهر آثار معروف خود کتاب نجات، اشارات و تنبیهات و دانشنامه علایی را تألیف نمود. به اندیشه محققان ابن سینا بیشتر از 240 اثر از جمله 33 اثر به زبان مادریش زبان تاجیکی فارسی دری نوشته است. آثار باقی مانده او کتاب الشفا، القانون فی الطب، دانشنامه علایی اهمیت بزرگی علمی دارند. او همچنین
در تألیف رساله های رمزی و تمثیلی از قبیل رسالت الطیر، حی ابن یقظان، سلامان و ابسال، معراجنامه، پیروزنامه شهرت دارد. ابن سینا در سرودن شعر تاجیکی بخصوص رباعیات حکیمانه مهارت کامل داشته است که رباعی زیرین بازگوی این امر است. از قعر گلی سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز بند هر مکروهیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. از شعرهای تاجیکی او توسط تذکره ها 65 بیت تا زمان ما رسیده است. در اکثر شعرهای باقی مانده علاقمندی جدی و صمیمانه و نازک اندیشی و موی شکافی او در رشته های مختلف علم به مشاهده می رسد. دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانیست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، و آخر به کمال ذره راه نیافت. از آثار علمی تاجیکی ابن سینا تا روزگار ما چنان که گفتیم 3 اثر دانشنامه علایی، معراجنامه و رساله در نبض باقی مانده است که از مهارت بی‌نظیر او در نگارش علمی با زبان تاجیکی شهادت می دهد. دانشنامه علایی را ابو علی سینا چنان که اشارت رفت با درخواست حاکم اصفهان علاءالدوله کاکویه به زبان تاجیکی فارسی دری نوشته، به این خاطر دانشنامه علایی نام نهاده است. دانشنامه علایی اصلاً از قسمت‌های مختلف منطق، الهیات، طبیعیات و ریاضیات، هندسه، هیئت، ریاضیات، موسیقی عبارت بوده است. ولی به قول شاگرد او ابو عبید جزجانی قسمت ریاضیات این اثر زود از بین رفته است و ابو عبید این قسمت را از آثار دیگری ابو علی به خصوص کتاب الشفا گرد آورده به این اثر همراه کرده است. درباره واژگان و اصطلاحات کتاب مذکور محمد معین می نویسد: خواجه رئیس همان گونه که در مصنفات عربی خود
به توسعه لغت و اصطلاحات عربی خدمت کرده، در آثار پارسی خویش نیز موجب وسعت دامنه لغات فارسی و مورد استعمال آنها شده است. برای آگاهی پیدا کردن خواننده به ویژگی سبک نگارش ابوعلی سینا در علم حکمت، پارچه زیرین را به صفت نمونه از کتاب دانشنامه علایی نقل می کنیم. پیدا کردن آن که خوشترین خوشی و بزرگترین سعادت و نیکبختی پیوندی واجب الوجود است، هرچند بیشتری مردم را صورت آن است که چیزهای دیگر خوشتر است. نخست باید که دانسته آید که خوشی و درد چیست. گوییم که هر کجا که اندریافت نبود، خوشی و درد نبود. پس نخست اندریافت باید و اندریافت ما را دو گونه بود، یکی حسی که از بیرون بود و یکی وهمی و عقلی که از اندرون بود، و هر یکی سه گونه بود، یکی اندریافت چیزی که سازوار و اندرخور قوت اندریابنده بود و یکی ناسازوار و زیانکار و نااندرخور، و سوم میانه که نه این بود و نه آن. پس خوشی اندریافتی اندرخور بود و درد اندریافتی نااندرخور بود، و اما اندریافتی آنچی نه این بود و نه آن، نه خوشی بود و نه درد. گفتن به مورد است که در بابت نظریه اصطلاح سازی ابن سینا به زبان تاجیکی فارسی در زمینه دانشنامه علایی چندین تحقیقات جالب به میان آمده است. از جمله سیناشناس معروف اندری مسه در مقاله به همین موضوع بخشیده‌اش به نکته‌های اساسی زیرین اشاره می کند. یکم، ابن سینا خواسته است با امکانات و ابزارهایی که زبان تاجیکی در اختیارش گذاشته بود دانشنامه را بنویسد. دوم، او در نوشتن به زبان مادری خویش زبردست است و عربی دانی او در نثر تاجیکیش تأثیر ندارد. سوم، از این کتاب معلوم می شود که زبان فلسفی تاجیکی توانایی های بی پایانی دارد. چهارم، بسیاری از اصطلاحات تاجیکی او از معادل عربیشان روشن ترند. مثلا برهانی چرایی به جای برهانی لیمه. پنجم، و غالباً معادل عربی اصطلاحات تاجیکی خود را آورده است. ششم، برخی از اصطلاحات تاجیکی فارسی با اصطلاح عربی برابر نیستند. مثلا اندر رسیدن به جای تصور.
همچنین اندری مسه در مسئله نسبت دادن آنکه همه این اصطلاحات تاجیکی ساخته ذوق خود ابن سیناست احتیاطکار است و تأکید می کند که پیش از زبان علم شدن عربی زبانی فلسفی پهلوی رواج داشت و می دانیم که نخستین کتاب منطق از همین زبان به عربی ترجمه شد. ما این نکته را در بالا هنگام بررسی آثار قدیمه علمی از جمله کشف المحجوب ابو یعقوب سیجستانی تأکید کرده گذاشتیم. ابن سینا در دانشنامه علایی و معراجنامه مثل ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم و مصنفان دیگری آثار علمی این دور کوشش به خرج داده است که در برابر اصطلاحات علمی عربی متداول آن زمان معادل تاجیکی فارسی گذارد و برای آنکه خواننده از اصل مطلب به خوبی آگاه گردد اصطلاح فارسی را بیشتر به صفت اصطلاح اساسی آورده از اصطلاح عربی چون اصطلاح فرعی یاد می کند. برای نمونه در زیر یک گروه اصطلاحات علمی تاجیکی را که ابن سینا در معراجنامه به کار برده است و در آثار علمی این دوره از جمله در کتاب تفهیم بیرونی اکثر این اصطلاحات مورد استفاده قرار دارند یادآور می شویم. درازا، طول، پهنا، عرض، ستبرا، حجم، 3/1 ثلث، 4/1 ربع، بسیار پهلو، کثیر الاضلاع، بسیار زاویه، کثیر الزوایا، نیمروز، نصف النهار، بخش، تقسیم، بیغوله، زاویه، شنوایی، سامعه، بینایی، باصیره، بویایی، شامه، چشایی، ذائقه، بساوایی، لامیسه، اندر رسیدن، تصور، گرویدن، تصدیق، چیزی، ماهیت، چندی، کمیت، چگونگی، کیفیت، کجایی، مکان، چرایی، علت، آمیزش، ترکیب، پذیرا، محل، پذیرفته، حال، پیوستگی، اتصال، گسستگی، انفصال، کنش، فعل، کنیدن، انفعال، برابری، تقابل، علمی برین، الهیات، علمی پیشین، علمی ماوراء الطبیعه، علمی میانگین، علم الاوسط، علمی زیرین یا علمی طبیعی، علم الادنا و غیره. زمان سامانیان دوره شکوه بی‌نظیر و بی سابقه علم طب و تألیف آثار طبی به زبان تاجیکی محسوب می شود. در این عهد نخست محمد ابن زکریای رازی وفات سال 925 که از بزرگترین دانندگان این علم در این عهد شناخته شده است کتاب طبی المنصوری را برای منصور ابن اسحاق
برادرزاده اسماعیل سامانی که حکومت ری را در اختیار داشت به زبان عربی تألیف کرد. بعداً ابوبکر احمد اخوینی بخارایی برای نوآموزان علم طب کتاب معروف هدایت المتعلمین فی الطب را به زبان تاجیکی تألیف کرد که از روی معلومات مأخذهای بعدی این کتاب در بین مردم به خصوص آموزندگان علم طب شهرت زیاد داشت. ابوبکر ربیع از اهل بخارا بوده افتخار از آن داشت که استادش ابوالقاسم مقانعی شاگرد محمد ابن زکریای رازی بوده است. زبان تألیف این اثر بس ساده و موجز است و نمونه زیر بازگوی این حقیقت است. گوییم لفظ هوا دلیل بود بر سه معنی، یعنی هوای روز و دیگر هوای فصول سال چون تابستان و زمستان و بهارگاه و تیرماه، و سه دیگر هواهای شهرها چون هوای ترکستان و سیخلابستان و هندوستان و روم، یعنی شهرهای گرمسیر و سردسیر. گوییم چون هوا معتدل بود، مرد تنهای معتدل را تا صحت بر ایشان نگاه دارد و چیزی از افعال ایشان را ضرر نکند و مزاج اعضای ایشان را نگاه دارد و فضول از تنهای ایشان بیرون آرد. فاما هوای سرد زیان دارد مرد تنهای معتدل را و بیماری های سرد تولد کند و مرد خداوندان سودا را بکشد یا بهاری افکند بد، و آن بیماری ها که از او تولد کند تبهای بلغمی بود و نزله سرد و زکام سرد و سرفه بلغمانی و فالیج و سکته و تشنج تر و رعشه و خدر و کولینج بلغمی و استسقای لحمی. همچنین در این روزگار حکیم میسری دانشنامه منظوم خود را در علم طب به زبان تاجیکی فارسی دری تألیف نمود که گواه روشنی رسیدن زبان ما به درجه افاده شعری در علم طب می باشد. ابو منصور موفق هیروی کتاب الابنیه عن حقایق الادویه را در باب داروشناسی نوشت که نسخه زیبای قلمی آن با خط مؤلف لغت فارس اسدی توسی شاعر تا زمان ما رسیده است. شکوه بعدی علم طب عهد سامانی با نام شیخ الرئیس ابو علی سینا وابستگی دارد. کتاب القانون او در برابر فردوس الحکمت علی تبری، الحاوی زکریای رازی، کامل الصناعی مجوسی اهوازی از ارکان چارگانه علم طب شناخته شده در عصرهای میانه
به زبان لاتینی ترجمه و نشر گردید و مدتی چند عصر در اروپا به صفت کتاب درسی مکاتب طبی مورد بهره برداری قرار داشت. از آثار طبی فارسی ابوعلی سینا تا روزگار ما رساله در نبض یا رگشناسی باقی مانده است. رگشناسی یا رساله در نبض یگانه اثر طبی از گزند روزگار باقی مانده ابوعلی سینا است که به زبان مادری مؤلف زبان تاجیکی تألیف گردیده است. این اثر هم به مثل دانشنامه علایی با خواهش حاکم اصفهان ابو جعفر محمد پسری دشمن زیاری کاکویه معروف به عضدالدین علاءالدوله 1007-1041 که ابن سینا مدت به حلقه درباریان او در آمده بود تصنیف شده است. در تشویق تألیف رساله مؤلف از ابو جعفر حسام نام مرد فاضل نیز یاد می کند که به زبان تاجیکی محبت بی اندازه داشته است. بنا به شهادت مترجم ناشناخته رساله حی ابن یقظان ابوعلی سینا، رساله مذکور با درخواست همین ابو جعفر حسام از عربی به تاجیکی فارسی دری ترجمه شده است. خود مؤلف سبب تألیف رگشناسی یا رساله در نبض را چنین شرح می دهد: فرمان خداوند ملیک عادل عضدالدین علاءالدوله و ابو جعفر حسام به من آمد که اندر باب دانش رگ کتابی بکن جامع که همه اصلها اندر وی بود به تفصیل. پس فرمان را پیش گرفتم و به اندازه دانش و طاقت خیش این کتاب را تصنیف کردم به زبان پارسی چنان که فرمان بود. رساله مذکور از 9 فصل عبارت است. فصلهای اول، ششم، هفتم، هشتم و نهم نامگذاری شده. فصلهای باقی مانده یعنی فصلهای دوم، سیوم، چهارم و پنجم عنوان ندارد. شما گفتار 45 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.